May I follow up? در همه جا. I'm confused. I asked you a question about من بازم گیج شدم. در مورد سوریه من سوال کردم و شما به بحرین میرید، سراغ بحرین میرید. از یمن میپرسم، بعد شما به سراغ لیبی میرید. میشه اینو توضیح بده به من؟ شاید ترجمه رو خوب متوجه نشدید شما. Mr. President, let's talk about اجازه بدید صحبت در مورد در مورد سیاست داخلی شما صحبت میکنم. اگر از همطور میدونید رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران میفرمایند که سیستم سیاسی ما بر اساس ریاست جمهوری است و رئیس جمهوری توسط رأی مستقیم مردم انتخاب میشه که سیستم بسیار خوب و موثری است. اما در آینده نزیاد دور اینطور نخواهد به نظر میرسه که برای که یعنی سیستم مجلس و پارلمانی بهتر خواهد بود. اگر من درست فهمیدم، اگر اشتباه میکنم منو اصلاح کنید. آیا نقش شما یه نقشی که زیاد اساسی نیست در سیستم ایران؟ شما لبخند میزنید مثل که شما زیاد خوشحال نیستید من رئیس جمهورم. I don't really have a stake, sir. نه منظور من این نبود. ما قانون اساسمون بسیار روشن هست. من فکر میکنم مقام معظم رهبری در یه جلسه دانشگاهی در برابر یه سوال علمی پاسخ علمی دادن.